درود دوستان، امیدوارم که حال دلاتون همیشه خوب باشه. من فرهاد هستم، اومدم با یه آموزش دیگه و لایک و سابسکرایب یادتون نره که قراره با هم دیگه کلی تمرین جذاب داشته باشیم. خب این جلسه در واقع راجع به گام نوازی و اتود نوازی ادامه جلسه پیشه که داشتیم تمرینا رو، در واقع ادامه اوناست. خب تمرین اولی که داریم تمرین کلاسیک هست که بهتون گفته بودم انگشت 1 2 3 4 پشت فرت 1 2 3 4 قرار میگیره و 1 2 3 4 انگشتا میاد بالا. خب تمرین دوم فرق میکنه، اینطوری نیست. 1 2 3 4 رو میذاریم جای 1 2 3 4 2 1 3 4 میایم بالا، هر کدوم به فاصله 3 ثانیه. حالا چون من ویدیو هست و نمیخوام خیلی طولانی بشه زود میام بالا. 2 1 3 4. توضیحات کاملتر رو توی ویدیوهای قبلی دادم. به همین سادگی، دست راست هیچ دخالتی نداره. 2 2 1 3 4 تا بالا میریم و برمیگردیم. 3 ثانیه رو فقط خیلی دقت کنید بهش. خب تمرین بعدی که داریم تمرین در واقع کروماتیک هست که این تمرینم گفتم جلسه اول و این تمرین رو افزایشش میدیم، یعنی بیشترش میکنیم و تمرین خب یکم سخت‌تر که نمیشه گفت، یکم شاید واسه بعضیا جذاب‌تر، شاید هم قضاوتش رو میذارم با خودتون. خب میریم تمرین بعدی که تمرین IM داشتیم و 1 2 3 4 روی همه سیما داشتیم. خب اگه یادتون باشه من گفتم این تمرین رو از فرت 5 بزنید و میتونید از فرت 1 هم بزنید. البته 2-3 هفته که تمرین کنید دستتون آماده بشه. خب این تمرین به این شکله. این هفته 1 2 3 4 سیم 1 فرت 1 2 3 4 سیم 2 فرت 2 3 4 5 سیم 3 فرت 1 2 3 4 سیم 4 فرت 2 3 4 5 سیم 5 1 2 3 4 سیم 6 2 3 4 5. این ضرب دره در واقع. حالا شما میتونید رفت و برگشتش رو بزنید. این کار از فرت 5 هم میتونید انجام بدین. الی آخر. خب تمرینی که اضافه میشه به این تمرین‌ها در واقع گام نوازی که البته از اسم این بخش مشخصه که اتود نوازی و گام نوازی که خیلی مهمه. گامو حالا من کمتر میبینم، کمتر کسیه که بهش توجه کنه خصوصا هنرجوها، ولی خیلی مهمه. میتونم بگم 30-35% از نوازندگی همین گام نوازیه. خب گام اولی که یاد میگیریم گام مینور هست. ما 3 نوع مینور داریم: مینور هارمونی، مینور طبیعی، مینور ملودیک. ما فعلا با مینور طبیعی کار داریم. در واقع همون گام مینور خودمون میشه که درجه 6 گام ماژور گام مینور رو میسازه. خب گام اولی که یادش میگیریم گام لا مینور هست. A لا مینور. آکوردش هم قبلا با هم یاد گرفتیم. خب میشه سیم 5 آزاد فرت 2 انگشت 2 فرت 3 انگشت 3. پس سیم 5 شد آزاد 2 3. آزادم یعنی انگشتمون هیچ فرتی رو نمیگیره. دقت کنید دوستان. سیم 4 هم عین سیم 5 آزاد 2 3. انگشت 2 و 3 میزنه. خیلی ساده است. خب سیم شماره 3 آزاد 2 مشخصه 2 رو با انگشت 2 میگیریم. سیم 2 آزاد 1 3. اینجا میشه انگشت 1 و 3. سیم 1 هم میشه آزاد 1 3 این سیم 2. به همین ترتیب من از اول میزنم. با مترونوم تمرین رو انجام بدین دوستان، خیلی مهمه.
اگه میخواین نتیجه بگیرید و سرعت دستتون زیاد بشه، حتما از سرعت 50 میتونید شروع کنید و سه تا سرعت مترونوم رو زیاد کنید، یا میتونید اگه 50 سخت بود 45 بذارید. خب برگشت گام لامینور رو هم میتونید بزنید. در واقع 3 1 آزاد سیم 1 2 3 1 آزاد سیم 2 2 0 سیم 3 3 2 0 سیم 4 3 2 0 سیم 5. دوباره میزنم رفت و برگشت. خب دوستان دقت کنید، همونطور که گفتم دوباره میگم خیلی این تمرین مهمه، این تمرین رو خیلی جدی بگیرین، چون ما توی بحث بداهه نوازی که میشه یا توی بحث در واقع در آوردن آهنگ، نوت آهنگ هست که ما وقتی الگوی گام رو یاد داریم میتونیم خیلی راحت مثلا آهنگ گل گلدون از توی گام مینور من به شما میگم میتونید راحت در بیارید. حالا هر آهنگی که دوست داشتین میتونید در بیارید، حتی میتونید آهنگسازی کنید. پس گام ها خیلی مهمه، گام ها رو جدی بگیرید. مرسی از نگاه زیباتون.